یک جوان سوال کرد که استاد معزز، در پیرامون این که اگر مرد شیر خانمش را اگر بخورد طلاق می شود یا خیر؟ یعنی با خوردن شیر خانمش در وقت همبستری خانمش طلاق می شود یا خیر؟ سوالایی است که در میان جوانان نیاز است که باید سوال بکنن، نیاز مبرم است برای جوانان سوال بکنن. در بسا مواردی بعضی از اشخاص افراد روحانی پاسخ نمی دادن بنا به مشکلات جوامی یا اینکه نمی توانستن پاسخ بدهند. اگر توانایی هم داشتن پاسخ نمی دادن، این کاری است که باید در مقابل سوالات جوانان باید پاسخ داده شود. داها سوال است که جوانان نمی توانند که